سروزیر پاکستان عمران خان در یک صحبت تلفنی از بنیادگذار شرکت مایکروسافت تقاضا نموده است تا به مردم افغانستان یاری رساند. عمران خان از بیل گیتس بنیادگذار شرکت مایکروسافت و بنیاد خیریه بیل و میلیندا گیتس خواسته است که در مورد کمک بشردوستانه به مردم افغانستان فکر کند. نخست وزیر پاکستان گفته است که بیش از نیمی از مردم افغانستان زیر خطر فقر زندگی میکنند و به شدت به کمک مالی نیاز دارند.